سلام و وقت شما بخیر باشه. انشالله دوستای عزیز آمدیم با چند خبر بسیار مهم و داغ خدمت شما. امروز دوم مهر ماه و یا دوم میزان 1404 هست و من ایوب اکبری هستم. اگر تا هنوز چینل مرا سابسکرایب نکرده سابسکرایب بکنید، لایک بزنید و تا آخر ویدیو گوش کنید. تا آخر ویدیو نظر قشنگتان را کامنت کنید. اگر سوال داشتین سوال کنید، من براتون جواب میتونم. اگر معلومات نداشتم میرم براتون معلومات جمع آوری میکنم، براتون ویدیو تهیه میکنم. خوشحال میشم که تا آخر ویدیو ما را همراهی بکنید تا از معلومات جا نمانی. تأکید کمیسیون ساماندهی اتباع بر بازگشت اتباع غیر مجاز و حمایت از مهاجرین مجاز. دومین مرحله طرح طرد اتباع غیر مجاز در تهران آغاز شد. این اقدام طی یک جلسه کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی بر ریاست سید کمال سادات، معاون امنیتی و انتظامی استان تهران، با حضور نمایندگان نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول انجام شده. در این نشست بر علاوه که ارائه گزارش مثبت از طرح اول در جلسه ارائه شده، تأکید بر ازی شد بر علاوه که اتباع غیر مجاز باید طرد شود و از ایران اخراج شود و تهران باید الگویی برای کل استانها باشه که اتباع غیر مجاز را طرد میکنه. بر علاوه از این در این جلسه پلان برازی شده که باید از اتباع مجاز حمایت صورت بگیره، کرامت انسانی در نظر گرفته شود و حقوق اینا در نظر گرفته شود. بر علاوه از این معاون استاندار تهران به آثار مثبت اقتصادی معیشتی این طرح کاملا یادآوری شده که تمام مردم تهران، کلن ایران، در مسئله اطلاع رسانی اتباع غیر مجاز، در مسئله بکارگیری اتباع غیر مجاز، در مسئله مسکن غیر مجاز، کلگی باید در این مورد سهم بگیرد تا اینکه یک کشور امن و آرام برای خود داشته باشد. و خبر دوم این که این اعلامیه که در پشت سر میبینین دوستای عزیز، دفتر ستارخان پلیس فراجای اعلام کرده که دوستای عزیزی اتباع افغانستانی که برگه سرشماری داشتین لطفاً دیگه در این مرکز مراجعه نکنین و هیچ گونه آماده خدمت رسانی برای شما نیست و شما هر مشکلی که دارین میتونین در اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی در اونجا مراجعه بکنید. این پلیس صرفاً به اتباع خارجی و اتباع افغانه دارای گذرنامه آماده خدمت رسانی می باشد. و مهمتر از این خبرایی است دوستای عزیز وطندارای گرامی، بر علاوه تهران، بر علاوه ایران، پاکستان، وزیر دفاع پاکستان هم اعلام کرده است که اتباع افغانستان در پاکستان دیگر جایی نداره، به خاطر از اینکه حملات تروریستی که از خاک افغانستان به پاکستان صورت میگیره ما دیگر تحمل این را کرده نمیتونیم، در صورتی که امارت اسلامی افغانستان بارهای مورد را منکر شده و رد کرده. وزیر دفاع پاکستان گفته به دلیل حضور مهاجران افغان در پاکستان با مشکلات کاملا جدی روبرو است. و وزیر دفاع پاکستان بر علاوه از گپا گفته ما بارها اسلام آباد از امارت اسلامی افغانستان خواسته که تدابیر امنیتی جدی را در برابر حملات تروریستی که از خاک افغانستان به پاکستان صورت میگیره باید بگیره، جلوی از آنها گرفته شد، اما باز هم امارت اسلامی موضوع را منکر شده و این موضوع غیر قابل تحمل است. اما به این دلیل که حضور افغان ها برای ما خطر جدی تهدید می شود، باید اتباع افغانستان خاک پاکستان را به صورت کامل ترک بکنند.